بخوای قبول کنی یا نکنی یه واقعیته. آدم ها اگه ببینن همیشه براشون وقت داری نادیدت میگیرن و بیشتر ما وقتی نادیده گرفته میشیم فکر میکنیم که مشکل از اوناست که قدر توجه و محبت ما رو نمیدونن، ولی نه، مشکل از خودمونه. ما خودمون با این رفتار بهشون میگیم که ببین مهم نیست تا بهم توجه نکنی ها، من در هر صورت همیشه هستم. و آخرش این رفتار رو انقدر ادامه میدیم تا تهش جوری با اون برخورد میکنن که انگار هیچ وقت براشون مهم نبودیم. همون نکته اینه که از نظر روانشناسی این رفتار اون آدمو با ما کاملا طبیعیه و اگه بدونی چرا این اتفاق میفته میتونی کاری کنی نه تنها نادیده گرفته نشی، بلکه احترام و علاقه واقعی رو برگردونی که همش تو 3 مفهوم خلاصه میشه که اولیش وابستگیه. میدونی بدتر از نادیده گرفته شدن چیه؟ اینکه بدونی خودت باعثش شدی، اونم با نشون دادن علاقت. بذار برات بگم چطوری این اتفاق از وابستگی شروع میشه. ما ناخودآگاه به کسی که دوست داریم بیش از حد بهش میچسبیم و وقتی چسبش میشیم این پیام رو به ناخودآگاه اون شخص میفرستیم که ببین تو از من برای خود من مهمتری. و اون شخص هم خودش نه، ناخودآگاهش با دریافت این پیام میگه این شخص وقتی هر کاری کنم، هر چیزی بهش بگم، حتی اگه پیامشو دیر جواب بدم بازم هست، چرا باید بهش اهمیت بدم و نگرانش بشم؟ من همیشه این آدمو دارم تهش، پس مهم نیست که نادیدش بگیرم. چرا میگم ناخودآگاه؟ چون تویی که الان داری این ویدیو رو نگاه میکنی حتما آدمایی تو زندگیت هستن که داری نادیدشون میگیری ولی خودت متوجهش نیستی. یه دقیقه زندگی خودت رو نگاه کن، ببین کسی هست که همیشه بهت پیام میده، همیشه بهت ریلز میفرسته تو اینستا، ولی تو هر موقع که دلت بخواد جواب پیامشو میدی؟ دیدی هست؟ یه واقعیت تلخ که وجود داره اینه که این دلبستگی ما از بچگیمون میاد. اون موقعی که سعی میکردیم توجه آدمایی که دوستشون داریم رو جلب کنیم ولی توش موفق نبودیم. و ناخودآگاه فکر میکردیم برای اینکه دیده بشیم لازمه که بیشتر تلاش کنیم و بیشتر خودمون رو نشون بدیم. همه این نوع برخوردها بذر دلبستگی رو تو مغزمون کاشته که الان باعث شده تو رابطمون با آدما وابسته بشیم و سعی کنیم همیشه توجه اونا رو خودمون داشته باشیم، ولی بیخبر از این که این دلبستگی بیشتر آدم‌ها رو ازمون دور میکنه. حالا شاید بپرسیم مگه نشون دادن علاقه بده؟ پس باید سرد و بی احساس باشیم؟ نه، مشکل از یه چیز دیگه است به اسم اشباع هیجانی که مفهوم دومه. تو وقتی دائما پیام بدی به اون شخصی که دوستش داری یا دائما بگی ازت خوشم میاد یا دوستت دارم، با تکرار زیادی یک کلمه ارزش اون کلمه رو از بین میبری و باعث میشه که ذوقی که بعد از شنیدن اون کلمه باید میکرد رو دیگه نکنه. یا با پیام دادنهای زیاد باعث میشه که از پیام گرفتن از سمت تو دیگه ذوق نکنه و عادی بشه براش. حالا وقتی دلبستگی تو با اشباع هیجانی همراه میشه، باعث میشه فرد مقابل نسبت بهت بی‌حس بشه و علاقه‌شو بهت از دست بده و همون جور که تو متوجه آدمایی نبودی که بهت همیشه پیام میدادن یا حالتو میپرسیدن، اونا هم دیگه متوجه تو نمیشن. حالا چطوری میتونیم این نادیده گرفته شدن رو حل کنیم و کاری کنیم احترام و علاقه رو به دست بیاریم؟ با مفهوم سوم این مشکل هم حل میشه که اسمش قانون کمیابیه. به نظرت با ارزش ترین چیزا تو این دنیا چی هن؟ چیزایی که ماها دنبالشون هستیم و سر و دست میشونیم تا به دستشون بیاریم چی هن به نظرت؟ قانون کمیابی میگه هر چیزی سخت در دسترس باشه ارزشش میره بالاتر، که این قانون همه جا صادقه. تو فقط کافیه به ارزشمندترین چیزا تو این دنیا فکر کنی. الماس، طلا، خونه پنتهاوس تو بهترین منطقه شهر، همه اینا چون کمن با ارزشن. تو فکر کن تو کف خیابون به جای سنگ الماس بود، به نظرت مردم دوباره برای به دست آوردنش سر و دست میشکوندن؟ من که فکر نمی کنم. وقتی همه جا الماس هست و همیشه هم هست، من چرا باید بهش اهمیت بدم؟ پس وقتی تو همیشه هستی و همیشه بهش توجه میکنی، چرا باید بهت اهمیت بده؟ قدر تو زمانی دونسته میشه که کم باشی، اینجوری ارزش پیدا میکنی. اینجوری تازه برعکس میشه، آدما سعی میکنن تو رو به دست بیارن. حالا کاری که تو باید بکنی اینه که دست از پیام دادن برداری، دست از توجه کردن برداری و خودت اولویت قرار بدی. تو وقتی به جای اولویت قرار دادن بقیه خودت اولویت قرار میدی، تازه ورق برمیگرده و یواش یواش طرف مقابل یاد میگیره که توجه تو ارزشمنده و چیزی نیست که همه جا ریخته شده باشه، بلکه چیزیه که برای به دست آوردنش باید تلاش کنه و همین باعث میشه یواش یواش احترام میاد سمتت، علاقه میاد سمتت. وقتی یاد میگیری که نبودنت هم ارزش داره، اون موقع تازه آدمو شروع میکنن که دلتنگت بشن. حالا که تونستی خودتو کمیاب کنی که بهت احترام بذارن و نادیدت نگیرن،
لازمه که کاری کنی که آدم خودشون با علاقه خودشون بیان سمتت. برای اینکه این کار رو بتونی انجام بدی، خواستی این ویدیو رو نگاه کن.